با گفته ساکنان جماعت آچقلچه مناقشه مسلحانه روز 17 سپتامبر اساساً در اینجا در محله بهار رخ داده است که در اینجا دست کم 5 حوله آسیب زیاد دیدند و یک مغازه سراپا سوخته است. ولی بغیر از این خانه های دیگر محله های این جماعت نیز خیلی تخریب شدند و حالا ما میریم با اون نفرای صحبت میکنیم که در آنجا ساکنان فوت دیدند و پیوندانشان زخم های زیاد برداشتند. اطراف مسجد گدایبای جماعت آچقلچه مکان اصلی تلفات آدمان و زخمیان در این منطقه مرزی بوده است. نشان از قطره های خون در زمین و لباس های خونالود در نزدیکی های آن دلیل از حادثه خونین بیگاهی روز 16 سپتامبر است. همین ساعتای تقریبا همین 5 آنده یا گلوله همین قرستان همین جا غلطید پشتی مسجد به آسیب دید من و ها شکست آینه ها که دکایم همه خیلی شد. خدا شکر که به بینای مسجد ضرری کلام ندید، فقط همون شیفر و همین و ها پرده برافت. مقامات تاجیکستان حمله بی سرنشین ها به مسجد جماعت آچقلچه ناحیه باباجان غفورов را تصدیق کرده، اما نگفتند که در این حادثه چند نفر به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک خبرنامه رسمی گفت حمله بی سرنشین ها به مسجد آچقلچه ساعت 17:20 16 سپتامبر رخ داد. مقامات تاجیک نظامیان قرقیز را به حمله به مسجد گناهکار میکنند. جانب قرقیزستان در این باره چیزی نگفته است. پیش مسجد به اینها وایستاده بود دیگه طلبه. من آنوای دخترم آمده استم که گشت یک چیز آمد و بام بکرد تو پلنگ شد برا. هم تو ادرم همین برامدگی هم همین که هم غلده خورفته است. باله هم بکیم گفت که احرار معلم سیر کن تا اون گفتگیش همین که من جین شدم. احرار نعمتوف مدیر مکتب این جماعت و دادر بی زینب بردی و در این حادثه تنها از پایش زخم برداشته و حالا در بیمارخانه بستری است. ولی دادر عروس این زن و طبیب جماعت کرامت ستار و در جای حادثه فوتیده است. من بس دیگه امجوری استادکشانه یک بام بس کرد ای گفت نه تاسید کلینگ گفتم باله هم به ینگ ماله همه سروات که بام بس کند اپوش زده بود است. اپوش درس زده جا به جا همجور سیمیرد مرد. ساکنان جماعت میگویند در این واقعه بغیر از کرامت ستار و چند طبیب دیگر نیز کشته شدند. پیوندان صالح جان رحیموف پزشک 45 ساله جماعت آچقلچه نیز حالا در ماتم نشستند. به گفته پدرش این طبیب هنگام اجرای وظیفه به هلاکت رسید. گفته آدم‌ها دونه مهاجم دیگه سنایپر زدگی بعد یا شنگ کتی کار میگه دوشم رئیس بیجام گفته که هوای تلفیزیون و عین اجناد عین برامده پیشانی بزده یک ترکی هاتش میخواد دیگه. شماره دقیق کشته شدگان معلوم نیست. در دو نواری که به دست رادیو آزادی رسید درباره از دست دادن 10 نفر صحبت شده است. خبرگزاری از پلوس با تکیه به همصحبتانش در منطقه نوشت که بیش از 10 نفر جراحت برداشتند. مسئولین وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند نظامیان قرقیزستان بعد اعلان آتش بس عهد شکنانه با استفاده از سلاح‌های وزنین و چرخبال و هواپیماهای بی سرنشین به خانه‌های استقامتی شهروندان و بناهای اجتماعی ضربه زدند که در نتیجه ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. در خانواده بولتویف روز 20 سپتامبر باید توی برپا می‌گردید و محمد جان بولتویف عروس می آورد. ولی یک گلوله که دیروز به حولی آنها افتید و ترکید نقشه حیاتیشان را موقوف گذاشت. از تأثیر آن در و دیوار خانه‌هایشان آسیب دیده است. ما جنگ سر شد سراز خانه‌های گشتیم برفتیم و بعد نمیدونم یک ساعت نیم ساعت تلفن شد که خونه به همین خاطر چیز فرو اومد. بعد زیبتا بیایم همین خاطر کشته. هم میمون سوخته را. با گذشت یک روز از مناقشه تا حال مقامات تاجیکستان و قرقیزستان خسارات رسیده را اعلام نکردند.
اما از نوارهایی که به شبکه‌های اجتماعی راه یافتند دیده می شود که ده‌ها منزل در هر دو طرف مرز خراب شدند. ساکنان چندین حوله در این جماعت بعد تخریب شدن خانه‌هایشان در دیگر جایها زندگی می‌کنند و انتظار بازسازی منزل‌هایشان هستند. طلبم من همین که یک یاردم کنم و کنیم و منم دویم گروپ اینوالید. روز 17 سپتامبر وضع هرچند آرام بود ولی آدمان در کوچه ها کم نمودار می‌شدند و بعد حادثه یک روز پیش در حالت وحشت زدگی قرار داشتند. جماعت خستیورز و آوچی قلچه ناحیه باباجان غفورов با ناحیه لیلک قرقیزستان بیش از 40 کیلومتر مرز دارند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.